همه مشکلا پول همه چی هست، ولی همه مشکلا با پول حل نمیشه. و یهو به خودم گفتم که تقصیر منه که بچه‌هام عقب افتادن و خیلی یهو خود آدما بستگی داره. به نظر من هیچی به جز اکسپریانس تو این زندگی معنی نداره. سلام به برعکس یوتیوب، سهیل اقتصادی هستم. امروز با مغزی قبل از آلبوم جدیدش و افتخار داد امروز وقت گذاشت با هم دیگه صحبت کنیم از دبی. آقا قبل از اینکه بگم امروز رفتم تسلا ماشینو، یعنی یه نیم ساعت دیر رسیدم، معذرت میخوام، و ماشینو بردم تسلا. این بچه‌ها این کمربندا رو خب ابیوز میکنن، اون پشتی میشه، من نمیدونم چیکار میکنن. یکیشون از کار افتاده. بعد وقت داشتم برم تسلا، چون درم هم اومدم امروز باز کنم، بعد باز نمیشد، صفر بود و اینا. النا گفت در ماشین باز نمیشه، گیر کرده و اینا. بعد چون درش اتوماتیکه گفتم خب بالاخره خراب میشه دیگه. خلاصه رفتم یه دونه تسلا وقت گرفتم و تسلا گفتش من اینو با $1990 درست میکنم. 1200 کمربند، 700 خورده ای هم برای در. گفتم خب اولا خیلی منطقیه، یعنی یه در رو داره موتورشو که بازبسته میکنه عوض میکنه واسه $600-700 با لیبر و وسیله و همه چی. یه دونه صندلی هم داره تو کمرش درست میکنه 1200 دیگه. خیلی خب من راضیم. خلاص امروز رفتم اونجا و اولا 25 دقیقه دیر رسیدم. بعد هیچی نگفتن و خیلی ریلکس و چیل و خوب، اصلا همیشه هر مغازه میری همیشه یه قوری میزنه، هیچ قرمور نزدن، خیلی خوشحال فلان اینا. اومد بعد گفتش خب میتونم ببینم مشکل چیه؟ گفتم اینو این. بعد گفتم که آره این لای دره پلاستیک رفته بود لاش، من پلاستیکا کشیدم بیرون ولی این باید به ماشین چسبیده باشه، این پلاستیکا رو عوض کنید. گفت پس درد مشکل نداره، خیلی خوب اینه. و اومد اینورم نگاه کرد، با این خوره با این چیز در ور رفت و درست شد. خلاصه سطح درد نیارم، ماشین من 200 داشتن و همه چی رو درست کردن و از من $111 چارج کرد. آره یعنی خواستم چقدر این کمپانی واقعا گنگه، هیچ چی باگ نداره. هر کی میگه باگ زیاد داره تسلا نداره. معمولا اونایی که تسلا ندارن میگن باگ داره، دیدی؟ ببین دارم بهت میگم، ببین یه داستان کوچیک بهت بگم. من بین مایکروسافت و اپل همیشه مونده بودم، ولی چون از ایران اومدم مایکروسافتی بودم. بعد هر کیم اپل بود میگم برو بابا ما مایکروسافت گنگ اون بالاست. بعد هر کی میگه آقا اگه بیای اپل نمیفهمید چی رو داری میساب میکنی. خب این داستان مال 2010 11 نه مال 2005 6 7 واقعا مایکروسافت و اپل فرق داشتن. الان واقعا اونقدر فرق ندارن، ولی اون موقع واقعا فرق داشتن و اپل خیلی بهتره و من نمیدونستم اینو. بعد تا یه روزی یه کریدیت کارت دزدی پیدا کردم، با این کریدیت کارت دزدی رفتم یه دونه چیز خریدم، یه دونه لپتاپ اپل خریدم. یعنی پول الکی بود دستم، گفتم چی بخرم؟ یه لپتاپ اپل بخرم. یه لپتاپ اپل خریدم، لپتاپ اپل دار شدم. بعد که لپتاپ اپل دار شدم دیدم واو چقدر هر چی میرفت جلوتر میگفتن ای بدتر میشه. گفتم واقعا خاک بر سرم انقدر با این ویندوز احمق مونده بودم، چقدر خودمو زجر دادم، چقدر همه چی اینجا راحت تره فلان بسار. تسلا همینطوری بود ولی آردی میدونستم بهتره، میدونستم همه چیش خفن تره، میخوندم راجبش، عاشقش بودم. بعد میگفتم که اوکی مثلا این کارا خیلی خفنه. بعد وقتی خریدم 2 برابر منو به قول معروف چیز کرده، هیجان زده کرده. یعنی یه کارایی میکنه توش که مثلا اصلا باورت نمیشه. مثلا نمیدونم چجوری مثلا توضیح بدم. مثلا این ماشینا ارور میدن، ارور نمیده، باهات صحبت میکنه، بهت میگه آقا این مشکل داره ماشین الان. بعد میری اونجا درست میکنی تمام میشه. بعد مثلا یه چیز خراب میشه، بعد آپدیت میاد درست میشه خودش. مثلا من ماشین تا نشم خوشو درست کنه، خیلی جالبه واسه من. شاید سطح دیگه اصلا مهم نباشه ولی این شروعشه. و خلاصه میگم واقعا نمیتونم بهت بگم چقدر این ماشین خوبه. الان هم که خوش رانندگی میکنه. من مثلا اونجا که بودم با تو حرف میزدم، چجوریش حرف میزدم؟ به ماشین خوش رانندگی کنه، اونجا رانندگی کنم، با تو تکست میزدم اونجا. و یعنی من تلفن نمیدونم دستم بگیرم. نظرت هست آپگرید کنی، سایبر تراکش کنی؟ امروز داشتم نگاه میکردم، بعدش فکر کنم که ماشین دومو ببرم، اون یکی هم بکنم تسلا. بعد نگاه کردم دیدم مثلا پیمنتش میشه $1000 برای اینکه یه ماشین دیگه داشته باشم. بعد ماشینی که الان دارم پیمنت نداره چون کش گرفتمش. برای همین گفتم خب مگه دیوونم بیام $1000 بیشتر بدم که یه ماشین دیگه من برقی باشه؟ ولش کن بذار همین فلان باشه، هر وقت ماشین خراب شه عوض می‌کنم. صدای مافلره رو میخوای حاجی، میدونی انجینه رو میخوای. نه ببین من مازاراتی داشتم دیگه. مازاراتی قوی ترین صدا رو داره. داستانش هم حالا دروغ و راستش من نمیدونم. میگن یه نفر رو آوردن که اینو دیزاین کرده، یعنی یه دونه موزیسین رو آوردن که دیزاین کرده که این صدای مازاراتی اون ریختی در بیاد، رندوم نیستش. مثلا لوله ها توش بالا پایین داره که قشنگ اون صدا رو تولید کنه. و
وقتی که گاز میدادی صدایی میشنی که نمیتونی باور کنی. و وقتی من دم خونم هم تسلا پارک بود هم مازراتی، برای 9 ماه مازراتی رو رانندگی نکردم و برای همین فروختمش. گفتم آقا من رانندگی نمی‌کنم، واقعا فقط اینجا مونده، یعنی هیچ، فقط من فکر می‌کنم باتریش تمام نشه، چرخاشو بچرخونم که مثلا نپوسن. گفتم خب چه طرز ماشین نگراشتنه و فروختمش. گفتم دیگه مجبور نیستم که. ولی عاشق صدا و انجین اینا نیستی پر؟ نه هستم، برای همین نگراشتم اون گوهو. فکر می‌کردم ولی وقتی میشینی تو تسلا میگی خب می‌خوام تندتر برم، 2 برابر تندتر میده. صدام که فقط یه اینه، خب ولش کن. یعنی انقدر بونس میگیری اون اصلا دیگه واسه مهم نیست. نمیدونم چجوری واسه توضیح بدم که هر کی تسلا میگیره مثل دیوونه ها میشه راجبش، چون فرق نوکیا 6620 رو آیفونه، جفتشون تلفنن، ولی اصلا این یه دنیای دیگه است. اون کارش واقعا فقط تلفن. ماشین دیگه همه فقط ماشینن. ماشین برقی دیگه هم همشون ماشین برقی، ماشینای معمولی ان که برقی شدن. تسلا یه لیگ دیگه است. حاجی به نظر تا 50 سال دیگه اصلا ماشین انجیندار میمونه یا همه برقی میشن؟ همه برقی میشن. همه کمپانی‌های بزرگ دارن برقی میزنن دیگه. الان فست‌ترین بنز دنیا برقیه. آره همشون برداشته میشن. بعد تو نمیدونی چقدر راحته. آقا هیچ چی تو ماشین نیست تو عوض کنی. یه موتور داری، سوخت عوض میکنی، تموم شد، ماشین نو شده. میدونی چی میگم؟ خیلی باحال، اصلا باور نکردنیه. بعد میگم واقعا اینی که آقا خودش رو رانندگی میکنه، مگه به من داری شوخی میکنی؟ تسلا از چی درست شده؟ سنگای تو زمین رو برشن گذاشتن بغل هم و من میشینم روش میره، مغز من منفجر میشه. بهش میگم برو خونه، میاد تا دم پارکینگ میاد تو. دیدی چی میگم؟ مامانم انقدر خوب رانندگی نمیکنه که تسلا رانندگی میکنه. خب آقا این برای خودت چه خبر؟ حالت خوبه یا نه؟ سلام علیک باید بکنم و اینا. حالم خیلی خوبه. آره البته نه دروغ دارم میگم، حالم بده. چرا داداش؟ دخترم یه چیزی تو مدرسه یه روز اومد گفتش که مشت زدم تو شکم پاشا. گفتم چرا؟ گفت چون یه دختره بهم گفتش که اگه مشت بزنی تو شکم داداشت بهت یه دونه عکس برگردون میدم. یه دونه عکس برگردون. بعد پوست خیار فروخت پاشا رو. آره واسه یه دونه. گفتم حداقل مثلا 2 تا میگرفتی، خیلی لامصب یه بسته میگرفتی. بعد فهمیدیم که اون یه دونه هم نگرفته، بهش قول داده براش فردا میارن، فردا براش نیاورده، یعنی اونم دو درش کرده. ای بابا. بعد از اون آره یه چیز دیگه تو کلاس ورشه بود، پیچیده بود. یکی از عروسک‌ها یه بچه عروسک آورده بود، عروسک بچه ورشه گوشو تو کیفش دزدیده بود. بعد احساس کردم بچه‌م داره عقده‌ای بار میاد و خیلی ناراحت شدم از این موضوع که آقا چرا بچه من داره عقده‌ای به بار میاد؟ من این همه زحمت براش میکشم، انقدر همه چی براش هست و پاشا عقده‌ای نیست، موموکو عقده‌ایه و من جفتشون رو من بزرگ کردم. و تنها تفاوتی که بینشون هست اینه که مامانم وقتی اینجا بود موموکو به دنیا اومد، پاشا رو مامانم تو 4 سالگی وارد زندگیش شد. برای همین میگم بچه‌م تا 80-90% تو 5 سالگی شکل میگیره و من پاشا رو دیگه کاملا تربیت کرده بودم. مامانم اونقدر پاشا رو نمیگرفت چون تازه اومده بود، همچین مثلا 5 سالگی شروع کرد پاشا رو گرفتن، تازه داشتن با هم دوست میشدن، پاشا راحت نبود و به خاطر همین پاشا خیلی نرمال و طبیعیه. مامانم چون زیاد موموکو رو میبینه و مخصوصا سر این داستان وگاس من که من میرم یا موموکو مثلا 10 روز 14 روز دست مامانمه، یه ذره فریدامش بیشتر بوده، هر کاری دلش بخواد میکنه. نه اوناش به کنار، اونا اوکیه، اونا کار خونه مادر بزرگه، بری دیوونه بازی در بیاد چون خونه مادر بزرگه. براش هر روز یه کادو میخره، هر روز. بعد این بچه منو عقده‌ای کرده چون بچه من اگه هر روز یه کادو نگیره فکر میکنه زندگیش سالم نیست. اینجوری میشه که آدم‌ها پولی میشن، مادی میشن، یکی میبینی همش داره چیز میخره، تقصیر خود بدبختش مادرش مادر بزرگش دیوونش کرده. و من چندین بار با مامانم جنگیدم تو چند سال گذشته، از هر دری هم رفتم، گفتم آقا میری مغازه پول بنزین باید بدی، استهلاک ماشین هست، وقتتو میذاری نرو. گفت نه من دوست دارم برم بیرون. گفتم آقا پولتو نریز دور. گفت نه بابا پولی نیستش، من میخوام چیکار کنم، پولمو میخوام خرج بچه‌ها کنم. گفتم آقا بچهای منو به فنا میدی. گفت اوکی کمش میکنم که چرت گفت. خلاصه من هر دری که تو بگی وارد شدم، این گوش گفتم واسه زمین آشغال درست نکن. گفت به تخمم زمین آشغال بشه. هر دری تو بگی من رفتم که این مامانم رو آدم کنم و اصلا به رو خودش نیورد، همه جوری گفتش که نه من ادامه میدم.
و ریزالت شده این. خب این شده که یعنی بچه من الان اگه یه روز یه چیزی میبینه جدید نداشته باشه عقده‌ای شده. بعدش هم یه روزی که بچه تعریف می‌کردن گفتن بچه‌هایی که پول دارن عقده‌ای تر از بچه‌هایی که ندارن. میخوام نظر تو راجع به این بدونم. بعد گفت وای یعنی چی؟ اونا که دارن چجوری عقده‌ای؟ وقتی هر چی به بابات میگی بخر چجوری میتونی عقده‌ای بشی؟ گفتم چون وقتی هر چی به بابات میگی بخر نمیتونی به بابات بگی همه چی رو بخر. میتونی مغازه اسباب فروشی مثلا میتونی 4 تا اسباب بازی انتخاب کنی. وقتی 4 تا می‌خری دلت 8 تا میخواد. اونی که 8 تا می‌خره 16 تا میخواد. اونی که 16 تا میخواد همه مغازه رو میخواد. آره بعد به جای میرسه دیگه هیچ کاری نمی‌کنن تا جایزه رو نگیرن. واسه همین بچه‌هایی که پول دارن خیلی عقده‌ای تر از بچه‌هایی که ندارن. بچه‌هایی که ندارن نداشتن تو فقر بزرگ شدن. وقتی یه عروسک داره ارزشش رو میدونه، نگرش میداره، تمیز میداره. ممکن مثلا 10 تا عروسک داره یهو میبینه دو تاشو پاره کرده. بعد کسی که دو تا عروسکشو پاره میکنه مثلا عروسکی مثلا دیروز براش خریدی رو میدارم میگم نه مثلا عروسک قدیمی له شده. عروسک نوش رو پاره میکنه مثلا می‌خواد قیچی کنه واسه توش چیه همین چیز به همین احمقی. ولی میدونه داره از بین میبرتش. بعد همین بچه که انقدر عروسک براش بی ارزشه یه عروسک دیگر میبینه دنیاش بالا پایین میشه که باید بدزده. خب این سالم نیست دیگه و این یهو خیلی رفت رو مغزم. و از اون ورم یه داستان دیگه که هستش من به بچه‌هام خوندن نوشتن یاد نمیدم تو خونه. همه مامان باباها تا بچه‌شون به دنیا میاد A B C D E F بعد گفتم این چه کاره این بچه که میره مدرسه 2 سال اول 3 سال اول بهش ABC یاد میدن. خب من برای چی میام 2 سال دیگه خودم ABC بهش یاد بدم که بعد این بره ABC یاد بگیره؟ خب من بزن بچگیشو بکنه عشق بکنه بعد که رفت مدرسه ABC یاد بگیره. بعد اتفاقی که افتاده چون همه مامان بابا این کارو میکنن همه بچه‌ها بلدن ABC. معلم نمیتونه خیلی رو ABC بمونه. میره شروع کنه راجع به نوشتن و خوندن و اینا. بعد بچه‌های من جفتشون هم پاشا هم موموکو عقب افتادن تو مدرسه سر این موضوع و پاشا الان کچاپ کرده نو پرابلم ولی موموکو عقب افتاده الان دقیقاً همون موقعی که پاشا عقب بوده. و یهو به خودم گفتم که تقصیر منه که بچه‌هام عقب افتادن و خیلی یهو از خودم بدم اومد که خاک بر سرت کنن که مثلا سعی می‌کنی بابای خوبی باشی ولی بازم گند زدی. یعنی بعد دیگه تو این داستانا بودم واسه این موضوع حالم خوب نیست. به قضیه همه چی گنگه. فدای سرت داداش این چیزی که میگی خیلی اتفاقا حرف قشنگیه و به نظر من داداش این تو ذات آدمیزاده کلا. وقتی تو آسون یه چیزی رو به هر کسی میدی حالا از بچه‌ها آدم میشه بهتر و سریعتر متوجه بشی و یاد بگیری. ولی بزرگتر از همون هم تا حالا 10 بار برای خود من اتفاق افتاده آجی. انقدر آدم رفیق و این ور اونور اومدن دور ما که هی آسون بهشون دادیم آسون بهشون چیزایی که لیاقتشو نداشتن باید خیلی واسش کار میکردن دادیم تعلق گرفته بهشون که بعد یه روزی که انجام نمیدی یا یه روزی که قطع میکنی واسه همون چیزی که تو بهشون دادی ممکنه برن از یکی دیگه آفرشو بگیرن و 1000 بلا سر تو بیارن. میدونی؟ یعنی همین کاری که دختر تو با پسرت کرده رو ممکنه یه رفیق به یه رفیق دیگه بکنه با اینکه این همه سال بهش خوبی کردی این همه سال بهش تو خونت راش دادی بهش گیفت دادی بهش این همه از ماشین تو دادی هر چیزی خواسته دادی ولی یه جایی که قطع میکنی یا یه جایی که مثلا بهش نمیرسی یکی دیگه ممکنه بیاد کمتر از اونو بهش آفر بده که تو رو خراب کنه و میکنن واقعا. این اصلا تو ذات آدمیزاده. همیشه همه رو باید توی یه کنترلی توی بابلی توی حبابی نگه داشت. حالا بچه آدمیزاده رفیق آدمیزاده خانواده آدمیزاده اینو من واقعا به چش دیدم و تو خدا رو شکر که حالا تو بچگی ازشون زود فهمیدی و میدونی میتونی کنترل کنی و اینا ناراحت نباش داداش اینا همه درست میشه. ان شاء الله خدا یه روزی هم 2 تا دسته گل مثل تو به من بده داداش. بیام ازت کمک بگیرم اینا رو چجوری بزرگ کنیم. ببین چه سری پیشم که با مسابقه کردیم بهت گفتم یکی از خفن ترین پرنتایی که من میدونم آجی چون خیلی مدرن و اوپن مایند داری بچه‌هاتو بزرگ می‌کنی و این اصلا خیلی کم پیش میاد. حتی واسه یعنی بیشتر واسه ما ایرانی‌ها میدونی؟ خب حالا متاسفانه من میخواستم خیلی از بچه‌هام بذارم و بزرگشون میکنم. اینستاگرام دست منو بست گفت بچه بازی و دادم ویدیوهای جینگی بگولی بچه هاست. گفتم بابا چرا فیلم سوپر کجاست؟ گفت نه عکس دخترتو گذاشتی با پمپرز اصلا تموم شد. دیگه میگم بعد خیلی اینستاگرام خیلی به من گیر داد سر این موضوع و من بیخیال شدم. گفتم بچه‌ها دیگه نمیذارم و اینا خیلی دوست داشتم بذارم این لحظه که با بچه‌هام بحث میکنم یا ازم سوالی مثلا وحشیانه میپرسن که مثلا یکی منو کتک زد چیکار کنم یکی مدادن شیکون چیکار کنم. یه چنل واسه خودشون درست کن روی یوتیوب از بازی کردنشون دعوا کردنشون مشکلایی که درست میکنن کارهای خفنی که میکنن موقعی که جایزه میگیرن موقعی که نباید جایزه بگیرن. من آیدیای خفنیه. من
یکی یه دفعه پاش رفته بود خونه یکی از دوستاش، فکر کنم 1 سال و نیم پیش بود. بعد برگشته بود به یارو گفته بود، یه مامانه داشت واسه من تعریف می‌کرد، گفت رفتم به پاشا گفتم که بد تایمت چیه؟ بعد میگه پاشا من نگاه گفت واتس بد تایم. تا حالا اصلا لغت بد تایم میگفت ندارم، گنگ بود. میگفت what's bedtime؟ What's bedtime bro؟ انگلیسی حرف بزن، چی میگی؟ خیلی خوب. زنده باشن داداش، ایشالله که بزرگ شن و کلی باهات افتخار بشن واسه. دمت گرم. و میشن. نظرت رو به من میگی راجع به این که آدمایی که وضعشون بهتره عقده‌ای تر از آدمایی هستن که وضعشون بهتر نیست؟ داداش من کلی آدم پولدار خفن میشناسم که خیلی ناراحتن، میدونی. بنابراین من وقتی اینو فهمیدم که همه مشکلا پول همه چی هست، ولی همه مشکلا با پول حل نمیشه، میدونی. خیلی قشنگ. بعضی وقتا پول زیاد آدمو از یه تجربه های، یه احساسات های، یه قلب شکستن های، یه قلب به دست آوردن های دور میکنه. من کلی رفیق ناراحت پولدار دارم، کلی رفیقم دارم که امروز $100 تو جیبشه، فردا ممکنه اون $100 هم نداشته باشه، یا ممکنه $10,000 بیاد جیبش، نمیدونه برنامه مادیش چیه، ولی صبح پا میشه جیمشو میره، صبونهشو به موقع میخوره، زنگ بهش میزنی 5 دقیقه اول داره باید بگو بخند میکنه تا بره سر اصل مطلب، تا میاد توی جمعی فقط اون داره میگه میخنده. میدونی این چیزاییه که اصلا به پولداری و پول نداشتن ربط نداره، ولی من فکر میکنم پول زیاد، هر چیزی، حالا پول یا هر رفاهی، هر چیزی که بیش از حدش باشه باعث میشه که تو یه اکسپریانس ها و یه تجربه‌ای تو زندگی نکنی، به خاطر اینکه نیازی نداری بری 8 ساعت یه جا کار کنی واسه $200 وقتی میدونی حساب بانکی تاردی $200,000 توشه. خب تو اون 8 ساعت توی روز، 40 ساعت تو هفته ممکنه با 400 نفر رفت و اومد داشته باشی، زد و خورد داشته باشی که از اون 400 نفر ممکنه 40 تا چیز جدید یاد بگیری که اون بچه پول داره تو ویلاش بغل استخرش با یه عالمه اسباب بازیش و ماشینای مختلفش و دوستای خفنش اصلا میدونی تجربه نکنه. برای همین به نظر من زندگی به اکسپریانسه، نه به اینکه پول داشته باشی. باید اکسپریانس به دست بیاری و با اون بابت اکسپریانسی که به دست میاری یه درآمدی کسب کنی، اون پول رو به دست بیاری. من الان دوست دارم، حالا پشتش نگیم، دیروزم از پیش من رفت، دبی بود اتفاقا، داداش اصلا مالی نمیتونی کیپاپ کنی با اینا، مثلا جزء 5 نفر اصلی نورث امریکان، خب ولی باش که حرف میزنی اصلا باورت نمیشه این بچه پسر همچون آدمیه، انقدر که درست بار اومده، میدونی یه جوری بار اومده که میدونه 7 صبح باید باشگاه باشه، 8 باید در بیزنس باباش باشه، باید این کارو کنه، باید اون کارو کنه. حالا آره یه پوینت های مثبتی داره که جاب داره، جاب خفنی داره به خاطر باباش، ولی میره سر کار، هفته 40 ساعتشو پر میکنه، هنوز داره حقوقشو میگیره. همون آدم یه داداش کوچیک‌تر داره که اصلا رو ابر داره راه میره، اصلا نمیفهمه داداش بزرگه چی میگه، چرا اصلا ناراحته، چرا درگیره، تو تلفنش داره با این کارگر حرف میزنه، به اون کارگر میرسه، این بار اوردر میده، اونو میاره. میدونی این به خود آدما بستگی داره. به نظر من هیچی به جز اکسپریانس تو این زندگی معنی نداره و آدمایی که پول دارن باعث میشه که بعضی وقتا بچه‌هاشون، اکثریت، حالا من نمیگم همه، بچه‌هاشون یه جوری بار بیارن که نخوان اون زحمت‌ها و سختی‌هایی که خودشون کشیدن به بچه‌شون برسه و باعث میشن که اون بچه ناراحت بزرگ بشه، مثلا ممکنه ضعف داشته باشه، احساساتی بشه جایی که نباید بشه، پوکر فیسش رو از دست بده، میدونی گول بخوره. این چیزاییه که به نظر من باید هر آدمی ربطی نداره پولداری یا نیستی، باید بری بیرون خودت اکسپریانس رو به دست بیاری. یعنی اگه من یه روزی حالا با امید خدا به اون درجه تارگت مالیم برسم و بخوام این خانواده تشکیل بدم، مطمئناً یه جوری بچه‌هامو بزرگ میکنم، حالا نه به سختی‌هایی که من کشیدم ولی در حد خودشون سختیو بکشن واسه چیزی که میخوان، واسه چیزی که دارن آردی، میدونی، یعنی قدردانی رو بدونن چیه. این یه چیزی که خیلی از آدمای پولدار نمیدونن، حتی یعنی اکثریت بچه‌هاشون حداقل نمیدونن که یکی همسن تو وقتی 40 ساعت تو هفته کار میکنه و میاد تو همون زمین فوتبال با تو فوتبال بازی میکنه آخر هفتهشو، اون داره از اون لحظه لذت تمامو میبره، چون 2 ساعت تو این هفته فری بوده، نه تویی که مثلا کل هفتت فری بودی و اومدی اون 2 ساعت رو، میدونی، یعنی لذت هم حتی فرق میکنه. واسه همین اکسپریانس به دست آوردن
خیلی بهتره. حالا مثلا من میدونم یه پدر مادری مثل تو بچه‌شو 4 تا 5 تا حتی 10 تا کلاس‌های مختلف ثبت نام میکنه واسه اون که اون اکسپریانس رو برن به دست بیارن. ممکنه تو نفرستشون سر کار نمیدونم هفته 60 ساعت کار بکشه، یکی ازشون بد و بیرا بشنون تا سختی زندگی رو بفهمن چیه، ولی ممکنه بفرستیشون تا لحظه آخرش باید نمیدونم کیک باکسینگ کار کنه، تا نفس آخرش باید بود تو اون زمین فوتباله، باید بشینه ساکت صبر داشته باشه واسه این کلاس واسه اون کلاس. میدونی این چیزاییه که همه چی برمیگرده به پرنتینگ درست دیگه، به تربیت درست، به والدین. و به نظر من اونایی که خیلی افسردن و پول دارن اینه که خیلی راحت همه چی در اختیارشون قرار داده شده و اکسپریانسی ندارن تو زندگی. و همینجوری هم مثل یه گیاه رشد میکنن و میوه خوب، حالا ممکنه آناناس هم بدن ولی یه گیاه دیگه، یه وجتبل رشد میکنی و همونجوری هم از بین میری. به نظر من باید اون دونه باشی که باد میبرت تیم ور اونور، یه بار تو این خاک سیب میدی، یه بار تو اون خاک آناناس میدی. میدونی همه چی به اکسپریانس به نظر من تو این زندگی. خیلی قشنگ گفتی. من یه دونه داستان واقعی دارم که تجربیه. ما بچه‌ای که بودیم خب هیچ کی ماشین نداشت. من یه دونه هوندا سیویک داشتم که مثلا ارزون ترین ماشینی بود که میتونی بخری اون موقع. 16000 دلار خریده بودم. با این همه دخترای های اسکول به من پا میدادن چون من ماشین داشتم. بعد یه پسره که اسمش نمیتونم بگم چون همه ایران میشناسنش، از این آدماست که تو اخبار اسمشون میشنوی. بعد این اومد، باباش اومد همون روز اولش براش یه دونه BMW Z3 مشتی کانورتیبل خرید و اصلا دیگه منم باش رفیق صمیمیم بود. من دیگه خوشحال که بابا من هوندا دارم، اینم دیگه BMW داره دیگه، تا همه دخترها رو تموم کردیم. دیگه توی این حال و هولا بودیم. یه 6 ماه بعد به من یه روز زنگ زد پسره، گفتش که سهیل میای منو فلان جا پیکاپ کنی؟ گفتم چرا؟ گفت ماشینم خراب شده. رفتم اونجا پیکاپش کردم و ماشین اومدن تو کردن بردن. بعد فهمیدیم ماشین رو روغن عوض نکرده. بعد میگفت روغن چیه؟ بعد میگفتم مثلا من اگه تو اون سن BMW بگیرم با گوش کن لای درزاشو تمیز میکردم. آفرین. بعد موو باباش چی بود؟ براش یه دونه چیز خرید، مثلا یه دونه فراری براش خرید در ازای اینکه اینو سوزونده. مثلا به جای که بگه به 6 ماه ماشین نمیدن با اتوبوس برو اینو یاد بگیری، که 2 ماه بابا بیا ما از این خون بیا فراری بگی بسوزون اصلا. اما بعد BMW گرفتم که فراری رو نسوزونی، یاد بگیری با چیز کنی. بعد واقعا همین حرفی که تو زدی راجع به فوتبال خیلی جالب بود، چون دوباره همین آدم چند وقت پیش خونش بودم، خودش نبود، 4 سال بود ایران بود. بعد توی گاراژش یه دونه جی وگن پارک بود، یه دونه رویز پارک بود با یه دونه بنتلی اگه اشتباه نگم یادم نمیاد. 3 تا ماشین پارک بودن. بعد هر 3 تا ماشین مال دقیقاً روزی بودن که اومده بود کانادا 4 سال پیش. یعنی اومده بود کانادا رفته بود 4 تا ماشین خریده بود گوشو تو پارکینگ رفته بود ایران 4 تا تبرشون شد. بعد تو فکر نمی بود که خب این ماشینا همه مثلا 2016 الان 2020 ماشین دیگه قدیمی شدن، الان مثلا دندون آبی ندارن و تلفن تو بهش وصل کنی هنوز. بعد مثلا رویزه. بعد گفتم همین حرفی که تو راجع فوتبال زدی، گفتم مثلا الان یه آدم اینو اگه یه روز بهش بدی براش خاطره میشه واسه نوش تعریف میکنه. بله داداش، یکی هم میذاره تو پارکینگ 4 سال بعد اصلا براش مهم نیست، برگرده میخواد جدیدش کنه دوباره از اول میخره. چه لذتی توش داره؟ هیچی واقعا هیچی. مثلا من خواهر بزرگای من یه حرف خیلی قشنگی به من زد. من مثلا 4 سال پیش یه خورده پول جمع کرده بودم، خیلی دوست داشتم برم یه ساعت رولکس بخرم. پولم با کار و ما رو، مثلا من خانواده‌ام پولدار نیست، هر چی دارم از خودم دارم، چه بسا که من به خانواده‌ام هم کمک میکنم. حالا نه که خرجشون رو بدم ولی تا جایی که بتونم همیشه میرسم بهشون. بعد 4 سال پیش من می‌خواستم یه ساعت رولکس بخرم. بعد زنگ زدم به خواهر بزرگم فاره خفنه، میتونی چقدر پول داری؟ گفتم اینقدر. گفت آره اگه بخریشم مثلا اینقدر از پولت میمونه. چرا که نه، ولی یه چیزی من بهت بگم. گفتم چیه؟ گفت خب چرا مثلا الان داری میری یه ساعت مثلا 2014 بخری تو سال 2020 که فقط مثلا رولکس دستت باشه، خب بعدش چی؟ مثلا رولکس رو دستت کنی بعدش چی؟ چرا وای نمیسی موقعی که میتونی مثلا 2 تا 3 تا از اینو بخری، بری با اون پولش یه دونه برند نیوشو از تو خود رولکس بخری به جای اینکه از تو بازار سیاه از یه جولر بخری که فقط میدونی. گفت هر چیزی یه تایمی داره، یه ارزشی داره. الان تو میتونی رولکس دستت کنی بگی یه رولکس دستته، ولی اونی که تو رولکس کار میکنه یا اونی که صاحب رولکسه، مغازه رولکسه، میدونه تو با چه باجتی رفتی، چه کاری کردی، داری چه چوسی خالی میای. واسه همین یه کارایی رو حتی اگه میتونی افورد کنی واسه خودت نکن وقتی وقتش نیست. بذار موقعی رولکس بخری که ایتس رولکس تایم، بذار موقعی رویز رویس سوار شی که تایم رویز رویس سوار شدنته. بعد موقعی برسی به اون تایمی که واقعا تایم رویز رویس سوار شدنته، نگاه میکنی میگی خب من که 8 سال پیش تو رویز رویس نشستم،
خب ولی به چه قیمتی نشستی؟ با بدهکاری و قرض و قوله و گوش بریدن رفتی یه رولکس، یه دونه رویز رویز خریدی توش نشستی. دیگه اون موقع که تایمته که لذتشو ببری، بدون لذت رو نمیده، چون خودت از خودت گرفتیش. میدونی واسه همین یه چیزایی هست، یه قدمایی هست تو زندگی که باید بدونی کی وقتشه که انجام بدی. مثلا اگه من اون موقع اون رولکس رو می‌خریدم، ممکن بود این رولکسی که امسال خریدم به مزه نده. چرا؟ چون 5 سال بود رولکس داشتم دیگه، یه رولکس دیگه خریدم. اوکی چی؟ ولی امسال که رولکسمو خریدم تو سن 30 سالگی، اصلا دیوونه شدم. من رولکس یه جوری تیکر میکنم انگار مثلا واقعا سرمایه زندگیمه. یه ساعته ها، چیزی نیست، ولی چون برای تو میدونم یه وایسادم نقطه نوبتم شه. اچیومنته. آره آفرین، اون تارگت رو نباید به هر قیمتی بخوای به دست بیاری، باید وایسی نوبتت شه. حالا تو زندگی، تو جواهرالات، تو ماشین، تو خونه است، تو هر چیزی. I wait my turn bro for my whole life. من هر چی که به دست آوردم از ته وجودم عشقشو بردم، چون واقعا وایسادم، واقعا یعنی سختی و پابرهنگیشو کشیدم، ولی وقتی به دست آوردم حال کردم. و اینو من دوست دارم به همه دور و بریام یاد بدم. یعنی مثلا بعضی وقتا از رفیقام هست، مثلا من خودم هم رفیق پولدار خیلی داشتم قبلا، بعضی روزا تو شخصیت آدمی زاده دیگه، میدونی. حالا من آدم حسودی نیستم، همیشه خیلی دوست دارم وقتی یکی موفق میشه دورم، ولی ته ته تهش وقتی تو تا یه چیزیو که باهاش حال میکنی دست یه کسی که میشناسیش نبینی، به این موضوع پی نمیبری که تو هم میتونی، میدونی. و این باعث میشه که حسادت به وجود بیاد. یعنی من اگه با یکی دارم 24 ساعت میگردم و 10 سال رفیقیم و یه کاری میکنه که منم دوست دارم، خب من میگم خب این کرد منم میتونم دیگه. به اینجا که میرسه نباید بکنی. مثلا الان این اتفاق واسه خیلی از دور و بریای منم میفته. بعضی وقتا مثلا رفیقام میان میگن آره دیگه امسال منم میخوام یه بنز رو بکشم بیرون. خب برو، من میدونم تو چه وضع مالی داری. چرا؟ چون الان این بنز دست ماست داریم باش میریم میایم. بهش میگم نکن داداش، امسال میخوای بکشی بیرون، 2 سال دیگه وایسا، به خدا وایسا، ببین چه حالی میده وقتی اون موقع رو میگیری. wait your turn bro. اینو خیلی‌ها نمیفهمن، چون تو یه حالت فضای مجازی دارن همه زندگی میکنن، هر چی که چششون میبینه و رنگیه رو میخوان، ولی به این پی نمیبرن که داداش باید وایسا، هر چیزی به موقعش وقتی اتفاق بیفته هم لذتش بیشتره، هم موندگاریش بیشتره، هم تا آخر عمرت قدرش رو میدونی و پوزش رو میتونی بدی. این چیزیه که من واقعا تو زندگی واقعی بین این همه رفیق پولدار ناراحتم یاد گرفتم. یعنی فهمیدم که خب حالا اینا مثلا این همه مدت رولکس دارن، ماشین دارن، فلان دارن، خب ناراحتن، اصلا ببخشید و تخمش نمیشه استفاده کنن از خونه بیارنش بیرون یا نیارنش بیرون. $300,000 $1,000,000 قایق دم خونهشون پارکه، یه تابستون نمیبرنش بیرون. ما میریم ساعتی $1,000 دنگ و دونگی میدیم یه قایق سوار شیم. میدونی این چیزایی که it's life bro, you gotta experience it. میدونی باید experience کنی تا بفهمی. خیلی قشنگ گفتی. حالا همین حرفی که زدی و من برات چیزیشو میخوام توی 2 تا مثال برات از زندگی خودم میزنم. دقیقاً حرفتو یه جوری درسته که انگار مثلا قانون دنیا رو داریم می‌نویسی. داستان رولکس تو رو چقدر قشنگ بود، چقدر بود. یه خواهر برادر با هم صحبت کردین، خواهر تو رو از نظر مغزی برد بالا، الیویتد کرد و تو گوش دادی، انجام دادی، امسال بردی، توی این پادکست گفتی، گذاشتیش تو تاریخ بمونه و یه قشنگ به قول خودت میگی یه چیزی تکیه میکنم که فلان. حالا داستان رولکس من 17 سالم شد، فهمیدم رولکس چیه. به بابام گفتم بابا من همه دوستام رولکس دارن، چرا من رولکس ندارم؟ بعد تولدم که شد بابام برام یه رولکس نو خرید تو جعبه و فلان، اومدن بهم دادن برند نیو. بعد مثلا تو کشو زیر جورابام میذارمش، مثلا ببینیش مثلا داغون. هیچ وقت همش لذتی نبردم از اینکه رولکس دارم، مثلا هیچ وقت احساس نمی‌کنم چیز خاصی دارم، چون الان تو اون چیز خاصی داری، اون خاص بودن، اون احساس یه چیزی من خاص دارم، my precious، اون احساس است که آدم دوست داره و من این احساسو هیچ وقت نتونستم بهش برسم، چون به بابام گفتم برام خرید، بابام میگفت نه و مثلا تو 30 سالگی خودم می‌خریدم، خیلی عشق می‌کردم باش. دم بابام گرم خریداد، مرسی واقعا، ولی میگم که مال تو رو من خیلی بیشتر دوست داشتم، تجربه تو داشتم. حالا از اون ور من ماشینم همون هوندا سیویک که تو فرض کن موند، بعد با ماشینم اوکی بودم، بعد یه بیزنسمو شروع کردم از این حرفا، بیزنسم رسید بود به روزی مثلا $1,000 پول در می آوردم. بعد رفتم یه ماشین فروشی، یه روز یه ماشین دیدم، دوستم داشت، خیلی خوشگل بود، باباش براش خریده بود، اونم یه رفیق داشتم ماشین داشت، تصادف کرد ماشینش از بین رفت، باباش یه ماشین 3 برابر بهتر براش خرید و من عاشق ماشین 3 برابر بهتر شده بودم.
یه روز داشتم جو رد می‌شدم برسه گفتم بیا بریم اینجا ببینیم نوش اومده ببینیم چه ریختی و این حرفا. گفت آره رفتیم توش نشستیم و نگاه کردیم چقدر خوشگل‌تر شد و اصلا واو فلان بسار. و اینفینیتی G35 بود اون موقع، شده بود G37 فکر می‌کنم. بعد من خیلی G35 اون موقع آره دیگه داستانم اگه کسی میخواد بدونه داستان کردن. پشتش اینه که نیسان داشت ورشکست میشد. یکی آوردن که نیسان اینفینیتی یه کمپانیه که نیسان رو از ورشکستی رسون به سود و گلشون جی بود G35 و وقتی خیلی پول در آوردن تمام فوکسشون گذاشتن یه ماشین G37 دیزاین کردن که اصلا دیگه دندون شکن. بعد من اونو رفتم فکر کنم عاشق ماشین قبلیه بودم، بعد این بعدیه اومد رفتم دیلرشیپ گفتم که آقا چقدر میشه، یارو نشست برای من زد و این حرفا. گفت پیمنتش میشه مثلا یادم نمیاد دقیقاً 1200 آره 1200 دقیقاً یادم میاد اتفاقا $1200. بعد این گفت 1200 ماهی وا این که پول یه روز و یه خورده ای منه، بگو 2 روز. واو من 2 روز پول اینو میدم بعد 29 روز وقت دارم هنوز زندگیمو بکنم اصلا بهم فشار نمیاد. گفتم بنویس بابا، همونجا خریدمش و این احساس تو رو داشتم که روی خدا بودم. خیلی حال میده. اصلا من این کارو کردم و ریلکس و سر وقتش رفتم. هر چیزی سر وقتش حاجی خیلی حال میده. حالا هر چقدر پولدار باشی یا هر چقدر پایین باشی ولی سر وقتشون کارو میکنی اصلا تا آخر عمرت. بیا الان داری راجبی صحبت میکنی، تو موقعی که G37 گرفتی میدونستی قراره این همه سال بعد راجبی صحبت کنی؟ حال میده حاجی، میچسبه به آدم به خدا. میدونی هر چیزی که آسون میاد آسون میره. اینو قدیم گفتن به والله راست گفتن. هر چی آسون تا حالا برای من اومده حالا زودم نرفته، بعضی موقع هم تا اینجا مونده ولی حس و حالش آسون میره. میدونی مثلا حال نمیده. نه خیلی قشنگ گفتی واقعا. این بچه‌ها کسی نگاه میکنه واقعا اینو گوش بدین. خوشحال بودن یه چیزیه که باید به خودت یاد بدی و میگن باید مثلا تشکر کنی، شکر کنی، حالا هر کسی یه چیزی داره براش. واقعا واقعیه. یعنی تو باید احساس کنی که خوشحالی. من هر روز صبح که بلند میشم میگم باورم نمیشه من توی یه کشور به دنیا اومدم که بابام قرار بوده بشه نخست وزیر کشور، بعد کشور انقلاب میشه من میشم هیچ چیزی، بعد میام الان به جای که اونجا توی داغون باشم و هر روز حسرت اینو بخورم که چرا انقلاب شد، من بابام مثل نخست وزیر باشه. الان اومدم یه کشور دیگه، یکی از بهترین کشورهای دنیا، هر ماه مسافرت میکنم تو آمریکا، از خونم تو آمریکا 25 دقیقه رانندگی راه، میرم میام، نمیدونم عشق دنیا دارم میکنم. زنم از روسیه است، 2 تا بچه دارم. مثلا هر روز صبح من اینو یه ریویو تو مغزم دارم که دود کجای دنیا میتونستی باشی، کجا هستی. دمت گرم دنیا، دمت گرم حکیم بازی رو تولید کرده، شانس ما زد، هر چی که از تخمای بابام هر کدومش که تاثیر داره. آقا این خیلی قوی بود. من این انقدر خوب بود میخوام اینو یه اپیزود بکنم و همه میدونم راجع به آلبوم من میخوایم بدونین. آلبوم میذارم اپیزود بعدی و فقط دیگه توی اون سوال میکنیم چون سوالا زیاده و ما یهو میریم تو داستان امکان خودمون بشه 2 تا اپیزود. برای همین آره داداش اینو منم می‌خواستم بگم اصلا 2 تا اپیزودیش کنی. اصلا خیلی وقتم بود با هم گپی نزدیم. آره این خیلی حیفه که اینو جدا نذاریم چون خب این باشه و خاطرمون بمونه. اگه چیزی داری اضافه کنی راجع به این داستان خوشحالی به بچه‌ها بگو، اگه نه بریم برای بعدی. همین دیگه. فقط اگه مشکلی چیزی هست همیشه یادتون باشه مشکل خوشگله، اینم میگذره. و همیشه یادتون باشه که الان بهترین روز زندگیتی. 10 سال دیگه همیشه حسرت اون موقع می‌خوری. رفیقات بیشتر بودن، مامان بابات بیشتر زنده بودن، حالا فامیلی منظورمه، کیپبیلیت بیشتر بود، قدرتت بیشتر بود، نالجت بیشتر بود، همه چیزت همیشه داره به قول معروف الان تو بهترین دنیاتی. حالا نالج نه ولی به قدر نالج همه چیز الان بهترینه. دمتون گرم. چاکس. اقتصادی